آقای مصطفی، رسانه‌های دولتی ایران عنوان می‌کنند که رسانه‌های بیگانه می‌خواهند اینگونه القا کنند که در حوزه‌های علمیه در مورد مرجعیت و مشروعیت آیت الله خامنه‌ای اختلاف نظر وجود داره. آیا شما پاسخی دارید بین ادعای رسانه‌های دولتی ایران؟ خب البته طبیعتا شما در نظر بگیرید هر کسی که تو حوزه بوده و هر کسی که مخصوصا هم دوره‌های آقای خامنه‌ای سطح علمی ایشون رو میدونن و سطح تحصیلی و علمی ایشون رو میدونن. طبیعتا شما در بین روحانیون و مراجع مستقل، باز من تأکید میکنم روی مستقل، که اکثریت قریب به اتفاق حوزه هم این آقایون هستن، به جز اندکی که بازم ما تو ناممون توی نامه‌ای که با آقای خامنه‌ای نوشتیم ذکر کردیم که متاسفانه اون اقل الان شدن سردمداران حوزه، ما ذکر کردیم اکثریت میدونن سطح علمی ایشون رو، خود آقای خامنه‌ای هم میدونه و آقایونی که ایشون رو به مقام مرجعیت میخوان برسونن یا در اون زمان از حجت الاسلام با آیت الله آوردن، اینا هم میدونن که آقای خامنه‌ای سطح علمیش چقدره. ایشون مجتهد مطلق هم نیست و موظف به تقلید از اعلم مراجع و افقه فقها.